آب شرب کم است. برای 14 مسئول و کل حاشیه کرمان با تانکر آب میبرند. مسکن‌های ملی هنوز تامین آبشان روی هواست، اما صنایع آببر هنوز از چاه‌ها استفاده میکنند. 1.5 سال بعد از ابلاغ قانونی که صنایع آببر استان را مکلف به تامین آب از محل آبهای نامتعارف و پساب میکرد، هنوز هیچ صنعتی حتی نزدیک به اجرای این قانون نیست و حتی آن 2 صنعت بزرگی که آب را از خلیج فارس آوردند هم چاه‌هایشان را نبستند. نبایستی مسدود میشد. به استنباط خودشون این بود که آبی که از دریا منتقل شده برای صنایع کفاف صنعت رو نمیده. بایستی برن تصفیه فاضلاب انجام بدن و خط دوم را اجرا بکنن که بتونن به صورت کامل از آب زیرزمینی قطع برداشت انجام بدن. وقتی آب مفت در اختیار صنایع است، کدام صنعت سراغ پساب برود؟ حتی بزرگترین کارخانه‌ها هم سراغ فاضلاب نرفتند. درست مثل رفسنجانی که حتی یک سرمایه گذار برای اجرای پروژه فاضلابش پیدا نکرده. هیچ یک از شهرهای کرمان به طور کامل به سیستم فاضلاب وصل نشده. کل جمعیت تحت پوشش خدمات فاضلاب شهری استان 14% است. ما با اختلاف ته جدولیم و حتی وضعیتمان از سیستان و بلوچستان هم بدتر است. پروژه‌های فعال عملاً همان 3 پروژه است که از قبل بوده: کرمان، زرند و سیرجان. شرکتی که درآمدش از فروش آب است، علاقه‌ای به بستن چاه‌ها یا سوق دادن صنعت به پساب ندارد. طبق سامانه کدال در سال 1402 بیش از 224 میلیارد تومان از محل فروش آب به صنعت درآمد کسب شده. این درآمد ممکن نبود اگر چاه‌ها بسته و صنایع به پروژه پساب سوق داده می‌شدند. گزارش حسابرسی نشان می‌دهد در همین سال وام‌های 10 ساله‌ای به پرسنل شرکت پرداخت شده که 10 برابر حکم کارگزینیشان بوده. یعنی اگر کسی ماهی 20 میلیون تومان حقوق می‌گرفته، توانسته بدون سود 200 میلیون تومان وام بگیرد. از همون پولی که باید صرف حفاظت از منابع آب می‌شد. در حالی که صنایع بزرگ همچنان از چاه‌ها آب می‌کشند، پروژه‌های فاضلاب شهری متوقف است و قانونی که برای حفاظت از منابع آبی وضع شده هنوز اجرا نشده. آب منطقه کرمان به عنوان متولی تامین آب پایدار درگیر روزمرگی و پلم چاه‌های غیر مجاز است. رویکردی که به نظر می‌آید فارغ از موفق بودنش نمی‌توان به تأثیرش امیدوار بود. چیزی که مسلم است تا زمانی که شرکت آب منطقه‌ای آب ارزان به صنایع بفروشد، از تنور این سیاست آب شربی برای شهروندان کرمانی گرم نمی‌شود. مرضیه قاضی‌زاده، کرمان نو.